محموراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که به گفته نزدیکانش در زندان حال سختی دارد، پیوندانش آخر ماه ایول بر رادیوی آزادی گفتند او از راه رفتن مانده به درد ستون مهره و فشار بلندی خون گرفتار است. ماه ایول چند مدت در بیمارستان زندان بستری بوده، اما به گفته پیوندانش طبابت ضروری ندیده است. درخواست پیوندان برای آوردن طبیب از بیرون زندان بی نتیجه بوده است. نزدیکان محموراد آدینایف به دلیل بدتر نشدن احوالشان نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. موضوع بد بودن سلامتی چهره‌های شناخته در زندان در نشست وزارت عدلیه هم صدا داد. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره وضع سلامتی محموراد آدینایف، احمدشاه کاملزاده و عبدالستار پیر محمدزاده پرسیدند. در ساختار سرراستی اجرای جزای جنایتی مؤسسه طبی فعالیت میکند. مؤسسه طبی در دایره امکانات‌های خود با همه آن محکوم شدگان شخصان در محبس قرار داشته یاری طبی معالجوی میرساند. گذشته از این اگر با نیاز به طبیبانی که در هیئت مؤسسه طبی وزارت نیست، اگر چنین ضرورت پیدا شد از بیرون هم آن طبیبان دیگر رفته در یک جایگی به وضع سلامتی مشغول میشن و تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماری می اندیشند. تا امروز یگان نفر نشده است که بی توجه مانده باشد. همه آنهایی که شما گفته شدید که از وضع سلامتشون شکایت دارند، به همه شکایت‌ها توجه ضروری داده می شود. از اول امسال مرگ دست کم 3 نفر از زندانیان رسانه‌ای شد. اینها مظفر دولتمیرو، خلیفه یا روحانی معتبر مذهب اسماعیلیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان، قلمحمد پلعی فعال مدنی از این منطقه و اصلا گلابوف بودند. رسانه‌های مربوط به مخالفین مرگ آنها را نتیجه دریافت نکردن طبابت سری وقتی در زندان گفتند. دریافت اطلاع الترناتیوی از وضع زندانیان در تاجیکستان خیلی مشکل است. خبرنگاران مستقل امکان بازدید از زندانها را ندارند. با گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان امبودسمن، سال 2024 47 نفر محکوم شده بنابر بیماری وزنین از ادای جزا آزاد کرده شدند. طبق اطلاع رسمی در زندانهای تاجیکستان زیاده از 15,000 کس ادای جزا میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه.